کیل دزدی یکی از لذت‌های دنیاییه که به هر پرو پلیر رو نوبی حال میده، ولی باید حواست باشه که یکی مثل این نخواد نینجا شاتت کنه و باید بک بدی و بری سمتش. و اینجا درس اول ما شروع میشه. آقا درس اول، اون انمی که از پشت قصد خون تو رو کرده رو ازش نگذر، برو دنبال خونش رو نرفتی ولش نکن. درس دوم، وقتی تو شاتگان داری اونم شاتگان داره، اولویت با تو، مثلا اگر یارت زده باشه باید بری پارش کنیم، بعد بیا اونی که می‌خواست از پشت بزنه تو بزن پارش کن. آقا وقتی میری تو پلتفرم می‌بینی زیر پلتفرم دارن پای تو نایف می‌زنن، شمشیر تو بکش توی ایرانی با قانون چوبون نگاه کردی تو مختار نگاه کردی، باید بری بزنی همه رو پاره کنی. ولی اگر یه پوفیوز اینجوری از اون دور تو رو با اسنایپ زد، میدونی باید اول ریوایو میشی، میری رو سرش میزنی با کلت. حالا من با کلت نزنش ولی خب با گان بزنش، با گان میزنش، بعد اون اسنایپی که باهاش تو رو فشاری کرد از اون رادو رو برمیداری، میری از بالا یکی رو فشاری میکنی، بعد یه راش میری تو پلتفرم. حالا اگر تو پلتفرم تو شاتگان داشتی رفتی میستادی یارو نرفت پایین، این میخاره، بخارونش بعد برو پایین. بچا اگر ریوایو شدین و فقط یه دونه کلت داشتین، برای اینکه راحت بتونین انمی‌ها رو اینجا بزنین، کلام افتاد. کلت و غلاف کن، با نایف برو بزن اونی که باسن تو میخواست بدره، بزن پارش کن با پشت‌های مکرر. بعد اینجا یارت میاد کاور، یارت که اومد کاور بچه این موتور نذار کیل رو بدوزی، کیل تو ندازده، بعد میری ادامه. بچه فقط یه چیزی، شما موقعی که میرین داخل کاستوم یا حالا مثلا لایک مارکت یا پلتفرم، اگر شاتگان دارین آهسته شات بزنین که شاید انمی در لوت باکسش شاتگانی نداشته باشد. لایک ویدیو یاد نره. دوستتون دارم، فعلا خدا.